سرخط مهمترین خبرها: واکنش و سوالهای بی جواب در قضیه عزت امان. مسکو گفت کمک به افغانستان معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. با روای اتوبوس میان تاجیکستان و ازبکستان دوباره برقرار شد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی، اولین برنامه خبری رادیوی آزادی در آغاز روز. من مولا رجب یوسفی هستم. روز گذشته دادگاه شهر دوشنبه عزت امان حامی حقوق مهاجران را به 9 سال زندان محکوم کرد، برخلاف پیشبینی خانواده و وکیل دفاع که منتظر بودند بعد سپردن مبلغ دعواگران عزت امان بر اساس قانون عفو به آزادی می‌براید. اعلان حکم این حامی حقوق مهاجران واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. وکیل دفاع و خانواده عزت امان حکم دادگاه شهر دوشنبه را ناعادلانه خواندند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان میگوید سوال‌های اساسی آنها به جواب ماند. سوالای ما این بود که در کدام اساس، برای چی این سوالا به جواب موندن. البته چون که باید قانون عفو که جناب عالی امضا کرده از پرزیدنت محترم پشوی ملت تطبیق میشد، ولی اینا در کدام اساس تطبیق نکردن البته نسبت به پدری من، چون که همه ضررها برقرار شده بود. یگان دلیل دیگه نیست، فقط همین 247 برای چی تطبیق نشدن عفو رو ما حیران شدیم. خلاص از این ناعدالتی سود ما در حیرت گذاشتیم، دیگر نمیدونیم چی. نظر دادگاه فعلا دسترس نیست. مسئولان دادگاه دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه شد به عفو شامل می شود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد، روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. مقامات روسیه وعده دادند که به افغانستان کمک میکنند، ولی این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. مسئولان وزارت کارهای خارجه روسیه ضمن یک نشست در مسکو گفتند در یک جایگی با چین و پاکستان آماده همکاری با افغانستان هستند. قرار است امروز در یک کنفرانس بخشیده به افغانستان در مسکو مسئله ارسال کمک به این کشور بررسی شود. در این نشست نمایندگان بیش از 10 کشور اشتراک خواهند کرد، از جمله هندوستان که در 2 دهه گذشته به افغانستان میلیاردها دلار کمک کرده است و بعد به قدرت رسیدن طالبان نگرانی زیاد دارد. ولی امریکا که 2 ماه پیش آخرین نیروهایش را از افغانستان خارج کرد گفته است به نشست مسکو نماینده نمیفرستد. درباره شرکت نمایندگان جبهه مقاومت در نشست مسکو یگان خبری نشر نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت هیئت امارات اسلامی در مسکو در مسئله به رسمیت شناختن حکومت گفتگو خواهند کرد. طالبان روز 15 آگوست بدون جنگ کابل را تصرف کردند و 3 هفته بعد حکومت خود را اعلان کردند، ولی تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. پس از چند ماه توقف حرکت اتوبوس‌های مسافربر در مسیر خوجند تاشکند خوجند دوباره آغاز شد. نخستین اتوبوس صبح 18 اکتبر از خوجند راه تاشکند شده است. همکارم فرزان محمدی در این باره از شهر خوجند گزارش می‌دهد. بعد از تقریباً 1.5 سال توقف نقلیات مسافرکش بین خوجند و تاشکند، دیگر باره حرکت اتوبوس‌ها از سر گرفته شد. شرکت مسافربری ایشن اکسپرس امروز 19 اکتبر اولین خط سیر خود را توسط اتوبوس به سوی تاشکند روانه می‌کند. و طور می‌بینیم امروز ساکنان زیاد از شهر و نواحی سوخت برای سفر اینجا جمع آمدند و انتظار رفتن هستند. اسماعیل نیازوف ساکن شهر خوجند میگوید با اوج گرفتن بیماری همگیری کووید 19 دیگر به تاشکند رفتن نتوانست و با شنیدن باز شدن خط سیر اولین شده چپته خریداری کرد. مثل او بیش از 50 نفر مسافران با نخستین رئیس اتوبوس عازم تاشکند گردیدند. 10 نفر دیگر نتوانستند چپته خریداری کنند. 6 سوار هستند یار دوستا ما بسیار گشتیم اینجا. سال من 80 رفتیم نقش شد آبادی خلق شد، رفت آمد شد، سودا میشد، زندگی میشد. اساسا اینجا همه میرفتگی ها چیز ایروپورت رفته است
Россия ба. همین حوزه هم تو خیال کنید تاکسی که تو بستان میرفتی بستان با میگذشت با اون طرف با تاکسی حوزه تا خودی همین تاشکند برده میرسانه یا گلم همین چقدر برو بیرچو بردارش آسان میشه. با گفته مسئولان شرکت مسافربری همروزه یک مرتبه یعنی ساعت 8 صبح اتوبوس از شهر خوجند به راه میبراید و ساعت 18 دوباره از تاشکند برمیگردد. برای سفر مثل ماه‌های قبلی اجازتنامه مخصوص لازم نیست. تشبسکاران این خطسر نیت دارند با زیاد شدن مسافران شمار اتوبوس‌ها را زیاد گردانند. طلبات‌های یکم این پاسپورت خارجی شهروند تاجیکستان، دویمش کسانی که ام گرفتن واکسن گرفتن سرتیفیکات، اگر گرفتگی نباشند همونجا در سرحد اکسپرس تست است با مبلغ 140 سومانی خطا نکنم در مدت 15 دقیقه برآورده می‌توانم. شروع از نیمه ماه مارت سال 2020 همه گونه رفت و آمد بین گذرگاه‌های تاجیکستان و ازبکستان منع گردیده بود. پس از کاهش بیماری همگیر تنها نقلیات کلان باربر دو جانب حق داشتند گذرند و یا با اجازتنامه مخصوص به دیدار خویش و تباران و طبابت بروند. چند ماه قبل خطسیر هوایی دو سمت نیز باز گردیده بود و شهروندان حق داشتند بی مانع پرواز کنند، ولی اکثرا از گرانی چپتای هواپیما شکایت داشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. آخر این هفته در ازبکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. فعالان احزاب سیاسی و جامعه شهروندی ازبکستان از افزایش فشارها در عرصه انتخابات نوبتی پرزیدنتی این کشور شکایت دارند. فعال سیاسی ازبک الکسی گرشن که قبلا گفته بود می خواهد برای مبارزه با فساد در آن کشور حزب نوی سیاسی را تأسیس دهد، میگوید تحت نظارت سخت قرار دارد. از زمان اعلان تصمیم خود برای تأسیس حزب سیاسی زیر نظارت سخت هستم. آنها هر قدم مرا نظارت میکنند. به همه فعالانی که با من واخوردند و یا تماس گرفتند آشکارا تهدید نمودند. اظهار داشت گرچین حکومت ازبکستان مانع ثبت نام حزب سیاسی حقیقت و ترقیات شد که مخالفین آن کشور میخواستند برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی به قید گیرند. رهبران گروه تشبسکار زیر فشار و تعقیب‌های گوناگون قرار گرفتند. خضر نظر الله قلوف رهبر حزب ثبت نشده حقیقت و ترقیات در ازبکستان گفته بود که پدر و پسر برای عضویت در حزب جزا گرفتند. وزارت عدلیه ازبکستان 21 ایول امسال درخواست الله قلوف را برای ثبت نام حزب حقیقت و ترقیات رد کرد. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیوی آزادی پیدا کنید. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که از 21 تا 22 اکتبر سال روان در قلمرو جمهوری هوایی نامساعد در نظر داشته شده است. طبق خبر آژانس در یک قطار ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی باران‌های پرشدت می‌بارند. منبع می‌گوید در حوزه دریای وخش، زرافشان، کافرنیهان و یاخسو و قزلسو انتظار می‌رود سطح آب بلند شود. متخصصان آژانس هواشناسی گفتند روزهای 22 و 23 اکتبر حرارت روزانه هوا از 7 تا 12 درجه کاهش می‌یابد. در همین حال کمیته حالات فوق‌العاده از ساکنان ناحیه‌های نزدیک کوهی درخواست کرده است که در قنوچین زراعتی کشاورزی خود تأخیر نکنند، چون سرما اولتر از همه به همین زراعت‌ها تأثیر می‌رساند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیروان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 اکتبر را فرا میگیرد. در استالیناباد دوشنبه پیشین 20 اکتبر سال 1936 ساختمان ایستگاه راه آهن شروع شد که بعد 30 سال به مکان امروزش در مرکز دوشنبه کوچید. راه آهن در انتقال مسافران و بار به بیرون از تاجیکستان نقشی مهم می‌بازید، ولی سال‌های استقلالیت با دلایل‌های مختلف از جمله زمان بد شدن روابط سیاسی با ازبکستان یا روسیه و یا در دوره پاندمی کرونا ویروس حرکت قطارها بازداشته شده است.
20 اکتبر سال 2015 بعد 95 سال قتل شاعر تاجیک نقیبخان طغرل احراری در ناحیه عینی مقبره و پیکره افتخاری او گذاشته شد. طغرل زاده فلغر یا عینی حاضره 55 سال عمر دید و او را از آن شاعران کم نظیر می‌دانند که در سبک دشوار بیان عبدالقادری بدیل شعر گفته است. او که انقلاب بلشویکی را خوب قبول کرد و برای مقابله با مخالفان این رژیم بلند شد، خود قربانی تهمت گشت و سال 1920 از طرف عسکران سرخ به قتل رسید. دادگاه عالی تاجیکستان او را بعد 40 سال مرگش سفید کرد و به نشر میراث ادبی او اجازه داد. اکتبر سال 2011 آلبوم گنجینه موسیقی تاجیکی نشر شد که بهترین نمونه‌های آهنگ‌های کلاسیکی شش مقام و ترانه‌های مردمی و کسبی تاجیک را معرفی نمود. کتاب و آلبوم ساخته بنیاد عینی آثار هنرمندان معروف از قبیل اکاشریف جورایف، معروف خوجا بهادورов، برنو اسحاق و آدینه هاشم، ظفر نازیمов، جورابک مرادov، فیروز بهار، زیادالله شهیدی و دیگرها را گردآوری کرده است. قرب دلار در تاجیکستان باز هم پایین رفته است. حالا در بانک های کشور برای وضع 100 دلار 1128 سومانی میدهند. ارزش روبل باشد بالا رفته 1000 روبل روسی به 158 سومانی و 80 درم عوض کرده می شود. برنامه نویدی بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. سامانه رادیوی آزادی با نشانه های azadi.org و azadi.mobi 24 ساعت در خدمت شماست. روزتان بخیر.